موضوعی که میخوایم امروز بهش اشاره کنیم اوجش از سال 1371 تا 76 بوده. غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب، کسی که استارت زننده تجاوز و نمیدونم زورگیری از طریق تاکسی بوده. سال 1371 این آدم دستگیر میشه. سال 1376 مجددا دستگیر میشه و اعدام. اون سالی که اولین بار دستگیر میشه قصر در میره که حالا بهش کاری نداریم، ولی میخوایم برگردیم به امسال. سال 1405 این موضوع داره اتفاق میفته. نمونه هاش هم دیدیم، خانم الهه بود که تازگی این اتفاق براش افتاد. و نمونه های بدترش هم هست که شاید نشنویم هیچ وقت. تا حالا شده تاکسی، نمیدونم از طریق اینترنت یا هر چیزی، هر اسمی میتونه داشته باشه، کسی از دوستان، شخصی به این مشکل بر بخوره که آزار و اذیت شده باشه از طریق راننده یا هر چیزی. آره، یه مورد داشتیم، یکی از دوستان خیلی دور بودن، تقریبا 2-3 سال پیش بود. این موضوع برای تهرانه و از طریق یکی از همین برنامه هایی که میشه حالا تاکسی گرفت، یه مسافتی رو از خونه تا محیط کار ماشین گرفت و خواست بره و متاسفانه راننده به مقصد نمیبره و مورد تجاوز قرار میگیره. و خب این بنده خدا برای اولین بار بود که این اتفاق براش افتاده بود، یعنی علم اینو نداشت که بعد این اتفاق اصلا حتی زنده میمونه نمیمونه، چی کار باید بکنه. بعد این اتفاق انقدر حالش بد شده بود که میره حموم و میفته به جون خودش و خودش اصلا اذیت میکنه از حال بدی زیاد و با هیچ کس هم نمیتونسته صحبت کنه. و تا بعد چند روز که با دوستاش و پارتنرش صحبت میکنه این موضوع رو میگه و میفتن دنبال این که میخوان پیگیر این داستان بشن. ولی متاسفانه پیگیر این داستان که شدن، پزشک قانونی برگشته گفته که شما قبل از این که بخوای بری لباس تنت و از تنت در بیاری همون بکنی باید میومدی اینجا، یعنی بعد اینکه تجاوز صورت گرفت تو باید میومدی خب پزشک خیلی رفتید قانونی. جلو. میخوام ببینیم که قبل از این که حالا به پزشک قانونی چیز، البته یه نکته‌ای گفتن که بد نیست یاد بگیریم. اگه این اتفاق براتون افتاد هموم نرید متاسفانه و چیزی رو از بین نبرید، به همون شکل شکایتتون رو انجام بدین. میدونم خیلی سخته، با خانواده هاتون در میون بذارید همون اول. از نظر من این درستشه، چون شما مقصر نیستید، مقصر کسی دیگه است. شما نباید خودتون رو تو این قضیه گناهکار بدونید. چیز بدی برای شما نداره نگاه مردم یا نگاه هر کسی از خانواده. حالا بعضیا خانواده هاشون یکم محدودترن، به نظر من باید بزرگتر یا با وکیلشون در میون بذارن. حتی اگه کسی رو دیگه ندارن فوری با وکیل هماهنگ کنن، فوری با کسی که علم این کارو داره. امروز یه نکته‌ای خب فهمیدیم، منتها خیلی زود رسیدیم به بخش پزشک قانونی. بیشتر دوست دارم بدونم این دوستتون چی شد که توی اون ماشینی که گرفته بود، حالا از هر جایی، اسمشو ما نمیگیم ولی یه شرکت معروف که کسی هم فکرشون میکنه که دیگه اینا اسمشون ثبت شده، هیچ اتفاقی هیچ خلافی نمیکنن در صورتی که میتونن انجام بدن. میخوایم ببینیم توی این مسیر چی شد. یعنی این ماشینشو گرفت، سوار شد، همینجوری ماشین رو گرفت تا جایی که حالا تونست واسه ما تعریف بکنه. ما خیلی ازش هیچ وقت جزئیات رو نپرسیدیم چون حالش بد میشد، یادآوری میشد. تا جایی که خودش تعریف کرد سوار ماشین شد و یه مسافتی رو رفتن و از یه جا به بعد این ارتباط، بخوام حالا پوشش بدم، ارتباطی که حالا بین مسافر و راننده برقرار میشه از طریق اینترنت کلا قطع شده بوده، لغو شده بوده و از یه جا با به بعد ترفند دیگه فکر میکنم از لغوش یه جا کرده. دیگه کلا خب و دوباره ایشون نگهدار. پروندم داشته. اینم یه نکته دیگه که خیلی مهمه، اینه که شما نباید قبل از رسیدن به مسیرتون مسیر رو لغو کنید، چون از اون لحظه بار قانونی از اون راننده برداشته میشه و اونایی که آگاهن به این داستان سوء استفاده میکنن ازتون. خیلی داریم نکته های مهمی رو میفهمیم، خیلی از چیزا رو من نمیدونم و الان فقط چون
یه علم قبلی دارم نسبت به قانون میشنوم یهو شوکه دارم میشم خودم. شما پس چی شد؟ 2 تا ترفند. یکی این که وقتی تجاوز صورت گرفت حموم نرین، با همون شکل شکایت کنید. دومیش اینه که لغو نکنید مسیر رو، یا اون ارتباط با آژانس رو نزنید آقا تموم شده مسیر، حالا یه مسیر دیگه هرچی. از اون لحظه دیگه از زیر پوشش اون ارگان یا اون شرکت یا هر چیزی که هستش در میایید و دیگه اونا هم نمیتونن پیگیری قانونی داشته باشن و دست اینا رو باز میذاریم که هر کاری بخوان بکنن. خب مسیر رو اینطوری شده که مسیر رو اشتباه میره و یه احتمالاً چون نکته چیزی رو این وسط بخوام بگم، من خودم به شخص بارها برام پیش اومده که از طرف خودم، نه از طرف راننده، دیدم لغو انجام شده فقط به خاطر حالا شاید درصد و پورسانتی که گرفته باشن. یعنی راننده ها و میتونن بدون اجازه لغو کنن؟ بارها برای خود من به شخص این اتفاق افتاد و من همون لحظه خب نوتیفیکیشن میاد، من گفتم چرا لغو کردین، من هنوز نرسیدم به مقصد. 1001 بهونه و حالا منطقی غیر منطقی گفتم و من توی این موردایی که برای من پیش اومد 2 بار اون حس منفی و بد و از راننده دریافت کردم و ازش خواستم که همون لحظه وسط راه نگه داره به ما یه پیاده نکته شه. خیلی مهمه دیگه، شما با راننده رو درواسی که ندارین. قبل از اینکه اصلا بخواید حرکت کنید یه لوکیشن لایو برای خانواده هاتون بفرستید. سال 1405 2026 هستیم، باز داره این اتفاقا سراسر جهان میفته. سراسر جهان رو من بررسی کردم، بدترش داره میفته. این چجوری باید جلوشو گرفت؟ با بررسی که خانواده ها باید انجام بدن. لوکیشن لایو اولین گزینه کسیه که خودش با ماشین خودش این ور اون ور نمیره. حالا در زمان قدیم نبوده، الان هست. این یه ابزاریه که استفاده کنید. ارتباط تصویری با دوستتون، با خانوادهتون توی مسیر، همه که مسیرهای 4 ساعته نمیرن که شهر به شهر بخوان عوض کنن. شما 10 دقیقه میخوای بری سوارشی از یه جا بری، زنگ بزن به دوستت، زنگ بزن به فامیلت، با هم دیگه در ارتباط باشین. این ترس ایجاد میکنه توی اون از لحاظ روانی توی ذهن راننده، باعث میشه عقب بکشه. خب چی شده؟ و این موضوع این که از یه مسیری به بعد کلا اینترنت و ارتباط اینترنتشون قطع میشه و متوجه میشه که کلا راننده داره بیراهه میره. خب 2 حالت داره در اینجور مواقع، به نظر منی که تجربه نکردم 2 حالت داره. یکی این که یا تو انقدر میترسی دست و پاتو گم میکنی و تسلیم میشی برای هر اتفاقی که قراره پیش رو باشه برات بیفته، یا تو خیلی باید دیگه زرنگ باشی که بر ترس خودت غلبه کنی، یه طوری خودتو خیلی شجاع نشون بدی که راننده بخواد یا هر کس دیگه که مقابلته بترسه. و خب توی ما خانوما قطعا اون گزینه اوله که اون ترسه بیشتره. یعنی هر کاری هم کنیم وقتی بفهمیم که یک نفر از مسیر داره خارج میشه و قراره هر اتفاقی میتونه برامون بیفته، خب تابلو میشه چهرمون که دیگه ما آقا ترسیدیم. که برای این بنده خودم همین اتفاق افتاد و من از اینجا به بعد دیگه جزئیات زیادی رو ازش نمیدونم تا اتفاقی که براش افتاد و خیلی ناراحت کننده بود و این بنده خودم خب علمشو نداشته که بدونه بعد اون اتفاق سریعا باید مراجعه کنه. خب پس بعدش چی شد؟ بعدش شکایت کرد، شکایت نکرد؟ کرد، پیگیر شد و فقط تا این حد که طرفم گرفتن، طرف پرونده داشته، ولی متاسفانه این بنده خدا از طرف خودش به هیچ نتیجه‌ای نرسید. فقط در همین حد که حالا یه اتفاقی خانم براتون افتاده، این بشه درس عبرت که سریای بعد شما بیشتر حواستو جمع کنی. خب حواست چی رو باید جمع کرد؟ به نظر من جواب منطقی به این بچه ندادن. ببین منطقی که جواب دادم، منتها منطق زمانیه که بیان مثل ما که الان داریم برنامه میسازیم شفاف سازی کنن که بعضیا تو تلویزیون من میبینم میکنن، برنامه هاشو دیدم که این کارو میکنن، منتها قدرت انتشار اینو به صورت 90 میلیون ببینن و از نظر من نداشتن که هنوز داره این اتفاقا میفته. حالا من به عنوان یک کوچکترین عضو این جامعه که واقعا ایرانو دوست دارم، ایرانی بودنم هم دوست دارم اینو یادآوری کنم بهتون که این اتفاقا داره توی این سالا میفته.
سرچ کنید ببینید آمریکا که میگن اقتصادش خوبه این اتفاق داره میفته یا نه. بیشترین جنایت ها توی ایالات متحده است. بیشترین اتفاقای ناجور توی هلند و نمیدونم امثال اون داره میفته. یعنی سراسریه. اینکه باید خودتون توجه کنید. خارج از کشورم همینو میگن. خارج از کشور منتها فرقش اینه که از لحاظ تبلیغاتی قوی ترن توی یه سری جاها. یه شبکه رو اختصاص میدن به شبکه پلیس، چیزی که من طرحشو برای صدا و سیما داشتم که ببرم بگم آقا این شبکه پلیس این اتفاقا داره میفته، اینجوری جلوشو بگیرید، این دستگیری‌ها داره انجام میشه، تشکر کنیم از اون کسایی که دارن زحمت میکشن و یه اطلاع رسانی بشه برای امثال دوست شما که این اتفاق نیفته. خب اگر میتونستن خودشون میکردن، نکردن، منم فعلا نتونستم، ولی حالا بعدا این برنامه رو حتما برای پلیس میسازم چون واقعا حیفه. هم حیفه برای اینکه قدردانی بشه از اینکه بعضیا رو جلوشون رو میگیرن و دارن مبارزه میکنن، هیچکس نمیفهمه. همین که ملت هنوز آگاه نیستن توی این سال، یه بخشیشون نمیدونن داره این هنوز تاکسی میگه وایسا نصف شب وای میسه. اصلا یکی از ترفندای غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب همین بوده. اولش یه دوستی داشته، شخصی به اسم علی کریمی، فوتبالیست نه، یه علی کریمی بوده، میشسته جلوی عقب ماشین به عنوان شاگرد. بعد می اومده مسافرها رو سوار میکرده، مرد بودن ازشون زورگیری میکرده، زن بودن میکشتشون و داستانهای مختلفی روش پیاده میکرده و بعدم میکشتشون. این یکی از تفریحاتش بوده از 10 شب به بعد. حالا شما میگی شاید اون 10 شب بوده، نه اصلا ساعت نداره. اینجور آدم ها هنوز هستن و یعنی الهه این اتفاق براش نمیافتاد. هیچ جوابی ندارید به من بدین چون دقیقاً دارم درست میگم. فقط باید خیلی زیاد رعایت کنید. خوب نیست آدم ذهنشو به سمت چیزای منفی ببره، ولی دنیایی شده که جای اشتباه کردن دیگه نداره. یعنی باید شما قانون رو اول بلد باشید توی زندگیتون. اولین چیزی که باید بلد باشین قانونه. اینجوری میتونید از خودتون دفاع کنید. موقع خونه خریدن کلاه سرتون نمیره، موقع درگیری مقصره نمیشید، موقع اعتراضتون مطالبه‌گر خوبی میشید، موقعی که میخواید زندگی کنید زندگی با کیفیت بهتری دارید و اتفاقای بدی رو تجربه نمی کنید. پس قانونم توجه کنید که باید هر شخصی در دنیای امروز هم یاد بگیره هم بلد باشه مطالبه کنه. دیگه که منم موافقم با صحبتات واسه اینکه متاسفانه میان بیان میکنن اتفاقایی که میفته. حالا الهه یک نمونه ای بوده که خیلی شفاف سازی شده و خیلی از جزئیاتش ما نمیدونیم. دیگه غیر از تاکسی و چیزایی که بعد دخترای جامعهمون یا حالا مردم توجه داشته باشن، نکته‌ای هست که اذیتت کرده باشه یا دوستتو اذیت کرده باشه یا شنیده باشی اخباری رو که خانوما رو همون طریق اذیت میکنن، ما بتونیم اطلاع رسانی کنیم جلوشو بگیریم. در این رابط باید یکم فکر کنیم. آره. یکم فکر کنم. خب برای اینکه از این فضا یکم در بیاییم و دور شیم یه سری دزدی رو بررسی میکنیم. این دزدی تو منطقه 1 تهران انجام شده، به سبک لندنی هم انجام شده. بریم بررسی کنیم. اول با وانت میان دم یه نمایشگاه. موضوع سر یه موتوره، حالا یا مدارکش کامل نبوده یا حالا همه چیش هم درست بوده. دیدی با چه ترفندی زد شیکوند. اینو برنامه قطع شد میگم چه جوری زد که اون پودر شد شیشه. یه حرکتی میکنن زیاد به زور نیاز داره، ولی شیشه عظیمیه دیگه. اون طرفش ریخ، این ورش نیاز داره با وانت بزنن بتره کننش. اینا این نمایشگاه رو زیر نظر داشتن. طبق آماری هم که گرفتیم حتی میشناختن. صاحب نمایشگاه هم فکر کنم اینا رو بشناسه. ببین اینجاش لندنی شد دیگه، دیدن شیشه نمیاد پایین، با ماشین رفت. با وانت زدن ترکوندنش. حرفه‌ای فکراشونو کرده بودن. سبک لندنی رو هم انتخاب کرده بودن برای یه موتور. تمام این داستانا برای ماشین نیست. یه موتوره که حالا میگن آقا این CBR 250 سند داره، نمیدونم پلاک داره. من تحقیق کردم CBR مثل این که CC های بالاتر هم داره.
در هر صورت اگه این مدارکش درست بود اینا نمیدزدیدن، چون گیر میکنن، نمیتونن بفروشن، نمیتونن چیکارش کنن. این همه داستان رو طی نمیکردن که این موتور رو ببرن. حالا یه سری میگن 250 ولی من چون این کار نیستم تشخیص نمیدم. من احساس میکنم حداقل اگه 250 باشه مدارک نداشت و اینو نمیدزدیدنش. خب الان این دزدی خیلی تابلوه. چیش تابلو بود؟ چیش خوب بود؟ تابلو بر این بود که خب صاحب اون نمایشگاه قطعا متوجه میشه که یه نفری 2 نفری آره. دنبال این موتور بودن، چون فقط اومدن و این همه ضرر صاحب رسوندن که موتور رو نمایشگاه ببره. خودش باورش نمیشده که دیگه اینقدر اینا پیش برن. خب اینا حرفه‌ای بودن، این دزدایی که دیدی وقت تلف نکردن، میدونستن چی رو باید ببرن، میدونستن چجوری باید بشکونن، از کجا بزنن، یعنی رفت آمد داشتن تو این نمایشگاه. هدفشون مشخص طبق بود. تحقیقی که کردم، حالا نمیشه بگی، ولی یه سری چیزایی پشت پرده این داستان بوده که ما به پشتش کار نداریم، به جلوش کار داریم. و اینم یه حرکت 700 پادری بود. به هر حال شیشه رو تو مناطق یک تهران زدن، شیکوندن و موتور رو دزدیدن. ما به کاری که کردن ایراد وارد میکنیم. وارد جزئیات نمیشم چون خودم یه سری چیزا رو میدونم. زمین گوشی تو بده. شما وقتی که پشت فرمون ماشین میشینی، این ماشینه، درسته؟ ماشینه، شاگرد ماشینه سمت راست. دست چپتون که گوشی رو بگیری دم شیشه است. خب دم شیشه است، این پنجره است. این باعث میشه بیاد بکشه ببره. در رو قفل نکنی مثل ویدیوی قبلی در رو واز میکنه. پس باید تا میشینی تو ماشین کمربند رو که میبندی در رو قفل کنی، شیشه تو بدی بالا و گوشی رو از دست چپت بدی دست راستت به سمت شاگرد نگه داری. چرا باید این کار رو بکنی؟ به خاطر اینکه فاصله ایجاد میکنه. من دارم خیلی تخصصی بهتون میگم. فاصله ایجاد میکنه برای دزدی که میخواد از پنجره بیاد تو ببره. باعث میشه دولاشه تا نصف بیاد تو وقتی دست راستتونه سمت دنده نگه میداری. وقتی اینجاست میزنه میره، وقتی اینجاست بعد آویزونشه بیاد تو گیر میکنه. پس سمت شاگردم اگر نشستین برعکسش، سمت راننده دست چپ، سمت شاگرد دست چپ، دوباره دست چپ، برعکسش. راننده دست راست، شاگرد دست چپ. آفرین. میگم یه چیزایی این وسط به هم ریخت. آفرین. من میگم به یه همکار نیاز داشتم.